اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مباحثه‌های عمومی اجلاس 75 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست ولکان بوسکی را به مناسبت انتخاب گردیدنش به مسند رئیس اجلاس 75 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک گفته دایر به وضع امروزه جهانی معاصر در پس منظر شدت گرفتن رقابت‌های گیوسیاسی، گیواقتصادی و توسعه یافتن تهدید و خطرهای معاصر بخصوص بیماری کرونا ویروس نو حالت‌های نااستوار و مرکب و حساس سیاره ساری اندیشه نمودند. I now give the floor to the distinguished representative of Tajikistan to introduce an address by the head of state. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, it is my great honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، نخست با کمال میل تبریک و تهنیت خویش را به جناب ولکان بوسکی به مناسبت انتخاب گردیدنش به مسند رئیس اجلاس 75 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز می‌دارم. وضع امروزه جهان در پس منظر شدت گرفتن رقابت‌های گیوسیاسی، گیواقتصادی و توسعه یافتن تهدید و خطرهای معاصر بخصوص همه‌گیری کرونا ویروس نو باز هم نااستوار و مرکب و حساس گردیده است. بیماری کووید 19 که در ابتدا همچون بحران ساحه تندرستی سرزده بود، تدریجاً باعث بحران اقتصادی و اجتماعی و مالیوی جهانی گردید. چنین وضع البته از ما عملهای هرچی بیشتر فعال و هم آهنگ شده را تقاضا می نماید. در این رابطه ما از سعی و کوشش‌های دبیر کل تشکیلات و بنیادها و برنامه‌های سازمان ملل متحد جهتی رسانیدن کمک فوری و دراز مدت به دولت‌های عضو در مبارزه با پیامدهای گومانیتری و اجتماعی و اقتصادی کووید 19 استقبال می‌نماییم. ما همچنین تلاش‌های کشورها را جهت اختراع واکسن ضد کرونا ویروس نو با خوشنودی قبول داریم. اظهار امید می‌نماییم که آن برای همه کشورها دسترس خواهد گردید و در آینده جانب‌های استحصال کننده واکسن جهت در شکل کمک هومانیتری با یک مقدار آن تأمین نمودن طبقه‌های آسیب پذیر کشورهای دیگر علاوه خصوص کودکان و زنان و پیرانسالان اقدام خواهند کرد. همه‌گیری کووید 19 و جمهوری تاجیکستان نیز تأثیر جدی رسانیده باعث نگرانی ما گشته است. در سمت پیشگیری از پنشوی آن ما امروز تلاش داریم که حجم ضروری مواد دارویی و تجهیزات طبی را زیاد نماییم و با این مقصد در همکاری با سازمان جهانی تندرستی، کشورها و شریکان رشد چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده‌ایم. سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی عاقبت‌های پنه‌شوی کرونا ویروس را همچون جریان ادامه یابنده ارزیابی می‌کنند که البته بر رشد اقتصادیات جهان بی تأثیر نخواهد بود. چون این حالت پیش‌روی رشد تاجیکستان دشواری‌های زیاد بی‌سابقه را به بار می‌آورد. همه‌گیری کرونا ویروس با پس رفتن نشان دهنده‌های تمام
شاخه‌های اقتصادی ملی از جمله فعالیت سرمایه‌گذاری به شمول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت داخلی و خارجی، سیاحی و خدمت رسانی بخصوص نقلات باعث گشته است. تاجیکستان کشور کوهی و محصور با خشکی بوده، ذخیره‌های کافی نفت و گاز ندارد. در این ضمن ما تا 100% از واردات مواد سوزشواری همچنین دیگر نمودهای مال و محصولات از جمله آذوقه‌واری و دارواری در حدود مطابقاً 80 و 90% وابستگی جدی داریم. موافق ارزیابی پیشکی بنابر تاثیر منفی عامل‌های اقتصادی بیرونی به وجود آمده، سال روان ضرر عمومی به اقتصادیات تاجیکستان میتواند زیاده از 2 میلیارد دلار را تشکیل داده در آینده هم افزایش یابد. با در نظر داشت ادامه تمایل مذکور، حکومت تاجیکستان امروزها کوشش به خرج می‌دهد که در برابر پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سرایتی جهت تأمین نمودن فعالیت باثبات تمام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور چاره‌های ضروری اندیشد. جناب رئیس، معلوم است که پیشبرد روندهای سازنده تنها در شرایط ثبات و امنیت پایدار امکان پذیر است. امروزها در برابر موج بی‌سابقه بیماری کووید 19 توسعه مقیاس و شدت تروریسم و افراطگرایی، جنگ و نزاع‌های مسلحانه، جنایتکاری متشکل فراملی از جمله معاملات غیرقانونی مواد مخدر و دیگر خطر و تهدیدهای معاصر نیز نگران کننده باقی میماند. گروه‌های تروریستی و افراطگرا همانا امنیت و ثبات کشورها و منطقه‌های گوناگون را جداً نااستوار می‌گردانند. رفع تهدید تروریسم، درک و فهمیش عامل‌های تحریک دهنده آن و سبب‌های اصلی به تروریسم مساعدت کننده، همچنین یگانگی موقع جامعه جهانی را نسبت به مفهوم تروریسم تقاضا می‌نماید. همزمان با این به عقیده ما تهیه وسیله‌های نو و مؤثر مبارزه مشترک با تروریسم از جمله با استفاده از امکانیت‌های تکنولوژی معاصر و همکاری و هماهنگی مقامات مسئول تأمین امنیت کشورهای عضو اهمیت خاص دارد. در برابر این اندیشیدن چاره‌های قاطعانه مشترک در دایره حقوق بین المللی و خودداری نمودن از استفاده معیارهای دوگانه همچون عامل‌های دیگری مهم ارزیابی می‌گردند. جانب تاجیکستان مطمئن است که واکنش به تهدید افزایش یابنده تروریسم باید فراگیر باشد و در این سمت سازمان ملل متحد نقش هماهنگساز کلیدی را اجرا نماید. تاجیکستان در صف پیش مبارزه با تهدید و خطرهای امنیتی قرار دارد و در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی از جمله معاملات غیرقانونی مواد مخدر سهمی با سزای خود را گذاشته است و این روند را ادامه خواهد داد. به این منظور ما با شریکان خود و سازمان‌های بین المللی بخصوص نهادهای دخلدار سازمان ملل متحد پیوسته همکاری داریم.
ضمناً ما اقدام‌های مشترک را راه اندازی نموده پیش میبریم که علاقه نتیجه های نظررس به بار آوردن. حالا در کشور ما دو استراتژی ملی، یکی آید به مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و دیگری مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در مرحله نهایی تطبیق خود قرار دارد. آغاز کارهای مشترک با سازمانهای بین المللی و منطقوی شریک جهت تهیه این دو سند برای دوره آینده نیز دلیل این گفته است. همزمان با این ما رعایت و تطبیق مقررات سند و کنونسیون‌های بین المللی در این ساحه قبول گردیده را ضرور می‌دانیم. وابسته به این تاجیکستان با ساختارهای مربوطه سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقوی از قبیل اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی همکاری سودمند دارد. در این سمت ما اینچنین در سطح دو جانبه با کشورهای شریک رابطه‌های همکاری ثمرناک را فرا مانده‌ایم. کامیابی در عملهای مشترک جهت پیشگیری و رفع نزاع‌ها، جستجوی راه‌های مصالحت‌آمیز برآمدن از بحران و اختلاف‌ها پیش از همه و استفاده ثمرناک دیپلماتیای بازدارنده و فعالیت میانه‌روی وابستگی دارد. ضمناً تقویت فعالیت سازمان در این جهت از جمله مرکز منطقوی آن آید به دیپلماتیای بازدارنده برای آسیای مرکزی امر ضروری به حساب می‌رود. تاجیکستان که همه دهشت‌های جنگ شهروندی تحمیلی را از سر گذرانیده است، ضرورت حفظ همه جانبه صلح را خوب درک می‌نماید. از اینجاست که تاجیکستان از فعالیت صلح آفری سازمان ملل متحد استقبال می‌نماید و همیشه کوشش به خرج می‌دهد که در این روند به قدر امکان حصه‌گزار باشد. نیروهای پلیس ما در عملیات‌های صلح آفری سازمان در دارفور و سودان جنوبی، همچنین در شهر ابی سودان شرکت می‌ورزند. ما نیت داریم که من بعد نیز در این عرصه با نهادهای دخلدار سازمان ملل متحد همکاری داشته باشیم. با در نظر داشتی تجربه در راه مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی، مواد مخدر اندوخته کشور و با مقصد معرفی تجربه صلح تاجیکان، ما نیت داریم نامزدی تاجیکستان را با عضویت غیر دائمی در شورای امنیتی سازمان برای سالهای 2028-2029 پیشبری نماییم. ما امیدواریم که این اقدام تاجیکستان از جانب کشورهای عضو خوب پذیرفته شده، آنها از نامزدی ما پشتیبانی خواهند کرد. تاجیکستان با افغانستان قریب 1400 کیلومتر خط سرحد دارد. در این زمینه ما به وضع نظامی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور همجوار توجه پیوسته ظاهر می‌نماییم. ادامه یافتن وضع نگران کننده در آن ضرورت اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را جهت هم آهنگسازی تلاش‌ها در مبارزه علیه
تروریسم، استحصال و قاچاق مواد مخدر و از جانب جامعه جهانی با حکومت و مردم آن رسانیدن کمک سری وقتی را تقاضا می نماید. چطور ما بارها تاکید نمودیم قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و تاجیکستان از روندهای مذاکرات صلح آفری و هر اقدامی که به حل بحران سیاسی در افغانستان نگرانیده شده است کاملا جانبداری می‌نماید. تقدیر افغانستان و آینده آن را باید قبل از همه خود مردم آن به دست گیرد و ما مطمئنیم که با استقرار وضع در افغانستان میتواند تنها از طریق روند صلح آفری رسید که از جانب خود افغانها اداره نظارت و پیش برده میشه. کشور ما امسال صدارت نشست قلب آسیا روند استانبول را به عهده دارد و طی این دوره جهت بلند برداشتن ثمره عملی این همایش تلاش خواهد کرد. تاجیکستان تا امروز در تطبیق چندین لایحه‌های مشترک منطقوی مربوط به افغانستان سهم خود را گذاشته است. ساختمان خطهای انتقال برق و بنیاد 6 پل فرامرزی از جمله آنهاست. ما آماده ادامه میبعده همکاری جهت جلب فعال افغانستان و روند همگرایی منطقوی و مساعدت اقتصادی و اجتماعی با آن می باشد. ادامه تطبیق لایحه‌های پیوستن شاهراه‌های نقلاتی دو کشور، ساختمان خطهای انتقال برق بخصوص کاسه هزار در یک جایگی با دیگر کشورهای منطقه، تعلیم و تدریس کسبی متخصصان و کارشناسان افغان در ساحه‌های گوناگون از جمله سمت‌های می باشند که امروز ما آنها را پیگیری می نماییم. جناب رئیس، تا انجام روزنامه 2030 و هدفهای رشد استواری آن 10 سال دیگر باقی مانده است. در این سمت جامعه جهانی طی 5 سال آخر به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. همزمان با این نشان دهنده‌های مالیوی و اقتصادی کشورها در برابر تأثیر منفی عاقبت‌های همه‌گیری کووید 19 سری وقت عملی گردانیدن هدف‌های رشد استوار را خاصتاً برای کشورهای رو به ترقی تحت سوال قرار می‌دهند. پیامدهای آن برای کشور ما هم که یکی از جانب‌های فعال جامعه جهانی در تطبیق روزنامه 2030 می باشد بی تأثیر نمی‌ماند. خاطر رسان می نمایم که تاجیکستان در قطار اولین کشورهای بود که استراتژی ملی رشد خود را برای دوره تا سال 2030 قبول کرده آن را با روزنامه 2030 مطابق نمود. همزمان با این کشور ما در سال 2017 حسابات اختیاری ملی خود را پیشنهاد کرده دستاوردهایش را در سمت نائل شدن به هدفهای رشد استوار معرفی نمود. ما امیدواریم که 10 ساله عمل برای تطبیق هدفهای جهانی به دریافت راه‌های حل پایدار چنین مشکلات مبرم جهانی به مانند تغییریابی اقلیم، فقر، نابرابری گندری
و مبلغ‌زاری مساعدت خواهد کرد. ضمناً مشکلات جدی مربوط به تغییریابی اقلیم را که در این روند و کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان مانع جدی ایجاد می‌نمایند باید به طور خاصه ذکر کرد. طول 6 سال اخیر حرارت میانه سالانه هوا در تاجیکستان تا 1 درجه بلند شده است. وابسته به این شماره روزهای بارشات شدید و شدتناکی پدیده‌های طبیعی هیدرومتئورولوژی رو به افزایش نیاده سال به سال به تمام کشورهای جهان زیان خود را می‌رساند. تاجیکستان که 93% مساحت آن را کوهسار تشکیل می‌دهد، در نتیجه آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله صدها میلیون دلار ضرر می‌بیند. اکثر وقت چنین آفت‌های طبیعی سبب مرگ آدمان می‌شود. در کشور ما طول 10 سالهای آخر کاهش چشمرسی مساحت پیریخ‌ها که برای تمام کشورهای آسیای مرکزی مهمند به مشاهده می‌رسد. از 13,000 پیریخی که در کوهسار تاجیکستان جایگیر میباشد تا امروز 1,000 نابود گردیده است و این همه در حالی است که تا 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان تشکل می‌یابد. امسال بنابر بارشات کم در فصل زمستان کاهش نظررس ذخیره‌های آب در دریاهای منطقه به قید گرفته شد که در نوبت خود باعث کم‌آبی در موسم آبیاری و خشکسالی شدید گردید. چنین وضعیت به مقدار و صفت ذخیره‌های آب تازه همچنین ساحه‌های مربوط به آب بخصوص کشاورزی و انرژتیک تأثیر منفی می‌رساند. و این منظور کشورهای منطقه ما از تغییریابی دور هیدرولوژی نگران میباشد. در این راستا از سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای بین المللی و منطقوی دعوت به عمل آورده می شود که با اکسپدیسیون تحقیقات پیریخ‌ها در آسیای مرکزی با تاجیکستان مساعدت نماید. تاجیکستان 99% قوه برق خود را در نیروگاه‌های برقی آبی یعنی از منبع‌های تجدید شونده انرژی سبز استحصال می‌کند. از این لحاظ کشور ما در جهان کمترین حصه قیاسی آلوده‌های دو اکسید کربن را دارد. در این رابطه می‌خواستم پیشنهادهای زیرین را جهت دریافت راه‌های حل مشکلات مربوط با تغییریابی اقلیم که من در همایش‌های بین المللی دیگر منظور کرده بودم تکراراً ارائه نمایم. اولا دستگیری استفاده وسیع منبع‌های تجدید شونده انرژی که برای رشد اقتصادی سبز زمینه مساعد می‌گذارد. دیگر مساعدت همه‌جانبه کشورهای مددرسان و ساختارهای بین المللی و منطقوی مالیوی و تطبیق عملی استراتژی و برنامه‌های ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم. سیوم حضور کردن مانیتورینگ منبع‌های پیدایش ذخیره‌های آب بخصوص پیریخ‌ها. چهارم تحکیم بخشیدن به همکاری بین المللی در مسائل حفظ منبع‌های آبی و با این مقصد مورد عمل قرار دادن پیشنهاد ما
درباره تأسیس دادن بنیاد بین المللی حفظ پیریخا. پنجم، از جانب کشورهای مترقی و سازمانهای بین المللی و کشورهای رو به ترقی و کم ترقی رسانیدن کمک‌های مالیوی و تکنیکی همه‌جانبه جهت مانیتورینگ و حفظ پیریخا و دیگر منبع‌های ذخیره‌های آب. امید داریم که شریکان بین المللی ما اقدام‌های بعدی جانب تاجیکستان را در این سمت‌ها پشتیبانی خواهند کرد. جناب رئیس، امروز ساعت در سازمان ملل متحد تاجیکستان را همچون کشور تشبثکار در پیشبری مسائل مربوط به ذخیره‌های آب می‌شناسند. کشور ما مؤلف اکثر تشبث و قطعنامه‌های مربوط به آب سازمان ملل متحد از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای دوره تا سال 2028 می‌باشد. با دستگیری کشورهای عضو سازمان ما توانستیم در طول 10 سالهای آخر روزنامه آب جهانی را دوباره احیا نماییم و توسعه بخشیم. در سال 2018 قطعنامه تاجیکستان تحت عنوان ارزیابی فراگیر میان مهلت 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 قبول گردید که روزنامه جهانی آب را باز هم برگردانید. در قطعنامه مذکور در برابر دیگر وظیفه‌های مهم گذرانیدن کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ارزیابی فراگیر میان مهلت تطبیق هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در ماه مارس سال 2023 در نیویورک صلاح دانسته شده است. این چاره‌بینی از نگاه دستگیری روند تطبیق 10 ساله و برگزاری فورم سطح بلند سیاسی آید به رشد استوار اقدام مهم به شمار می رود. خاطر رسان باید کرد که کنفرانس سازمان آید به موضوع آب آخرین بار در مار دل پلاتا ارژانتین سال 1977 برپا گردیده بود. یعنی بعد از 46 سال کنفرانس آب در سازمان ملل متحد دوباره برگزار می‌گردد. با اطمینان کامل میتوان گفت که توجه به 10 ساله آب برای رشد استوار از جانب کشورهای عضو زیرساختارهای سازمان و دیگر سازمان‌ها تا رفت زیاد شده ایستاده است و بعضی از آنها علاقه آمادگی خود را برای میزبانی واخوری‌های تدارکاتی منطقوی ابراز نمودند. متاسفانه همه‌گیری کووید 19 نقشه‌های آنها را خلل‌دار کرد و اکثر چاره‌بینی‌های پیش‌بینی شده با تأخیر افتادند. امید دارم که پس از پیروزی بر کرونا نو کشورهای منفعت‌دار در برابر تاجیکستان می توانند چاره‌بینی‌های بنفشه گرفته خود را برپا نمایند. در فرجام سخن می خواهم توجه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به لایحه قطعنامه نوبتی تاجیکستان آید به کنفرانس سازمان جهت ارزیابی فراگیر میان مهلت تطبیق هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 جلب نماید. قرار است که قطعنامه مذکور در اجلاس کنونی
مجمع عمومی سازمان مورد بررسی قرار گیرد. از همگان دعوت به عمل می آورم که این اقدام ما را نیز به مثل قطعنامه‌های گذشته پشتیبانی نمایند. از توجهتان سپاسگزارم.